یه بیانیه 67 کلمه‌ای هست به نام بیانیه بالفور دیکلریشن. خیلی از سوالای اساسی درباره اسرائیل رو این بیانیه میتونه جواب بده. به خاطر اینکه اسرائیل کشور جدیدیه دیگه، دولت نسبتاً تازه‌ایه، یک عده آدم از جاهای مختلف دنیا عموماً به صورت سازماندهی شده پا شدن آمدن یه جای جدیدی، یه کشور تازه درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیا اینو پذیرفت، تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز بر ما شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس، قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستن، ولی چی شد که همچین شد؟ چی شد که یه همچین حمایتی شکل گرفت؟ بیانیه بالفور یه مقدار زیادی این رو توضیح میده. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاسه. بریم سراغ بالفور دیکلریشن، بیانیه بالفور. بالفور اسم یه آقایی بود که سیاستمدار بود در بریتانیا در اوائل قرن 20. بیانیه بالفور هم بیانیه رسمیه که دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول صادر کرد و حمایت کرد توی این بیانیه رسما از این ایده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی، جمعیتش هم عمدتاً مسلمان، بعدم تعدادی هم مسیحی و اقلیتی هم یهودی. پس بیانیه بالفور کی صادر شد؟ 1917 در پایان جنگ جهانی اول. کی صادرش کرد؟ دولت بریتانیا. ولی چرا این موضوع اصلا مهم شد؟ ما معمولا شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر و اینا بود که نهایتا مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این قصه بیانیه بالفور ولی مال 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده‌ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ این رو برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بدونیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه صهیونیسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی یک عده‌ای از یهودی‌ها در اروپا طرفدار این ایده شدن که یهودیت فقط دین ما نیست، یهودی بودن هویت قومی و هویت ملی ماست. حواسمون هم باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داره زندگی میکنه، اما اینا همه جا اقلیت هستن، اقلیت کوچیکی هم هستن، معمولا هیچ جا کشورشون نیست. ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یه عده‌ای از یهودی‌ها شروع میکنن رفتن به سرزمین فلسطین. کی؟ 1880. در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه‌نگار یهودی به نام آقای تئودور هرتزل، اهل اتریش مجارستان، میاد یه مقاله، یه متنی منتشر میکنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی‌ها دولت خودمون رو درست کنیم، دولت خودمون رو تأسیس کنیم. مسئله یهود، the Jewish problem یا Jewish question، یک مسئله‌ای بود در قرن 18، قرن 19، نیمه اول قرن 20. واقعا یکی از مسائل اساسی بود در اروپا. اهل فکر دربارش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم. از نظر قانونی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده‌ای داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی‌ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعد هم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیاد هم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم، فلسطین هم باید این کارو بریم بکنیم. برای این کارم یه سری اقداماتی لازمه، تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی، اینها. بعد قدم‌هایی باید اصلا برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و اینها. درباره این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده‌ای رو که داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه که داره پا میگیره و جانی پیدا میکنه و اینها. کسی که بعد از ایشون رئیس بنیاد صهیونیست شد وایزمن بود. ایشون یه برنامه مهمش این بود که حمایت بین المللی بگیره واسه این ایدهشون. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن، خب اکثریت که مسلمونن، هیچ. مسیحیایی هم که هستن، کاتولیکاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکساشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا یه مقدار اینجا بی متحد مونده. یک مشکلی همون موقع خود بریتانیا با یهودی‌ها داره. گفتیم آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده، اینا دارن فرار میکنن، از جمله جاهایی که میرن بریتانیا و بریتانیایی‌ها نمیخوان که اینا برن اونجا. دنبال جا میگردن واسه اینها.
مثلا یه گزینه اصلا این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، بریتانیا میگفت در اوگاندا بیاین برین اونجا. اون آقای بنیانگذار صهیونیسم هم راضی بود انگار به این راه حل. اصل براش دولت یهودی داشتن بود تو این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست میآمد، منتها اون که مرد این جانشینش از مخالفان ایده بود. گفت نه آفریقا چیه، اوگاندا چیه، اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیایی‌ها، ما باید بریم فلسطین. خلاصه کم کم حمایت رسمی دولت بریتانیا جلب شد. این خودش البته خب خیلی داستانه ها، ما اون داستان رو الان نمیخوایم بگیم، برای همین کوتاه داریم میکنیم اونجا شد اینطوری. ولی دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودی‌ها برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه. بعدن اونطوری که در اپیزود توپ‌های ماه اوت پادکست بی پلاس شنیدیم، عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچنین که عثمانی آمد در جنگ، حامیان صهیونیستا هم در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. آقای بالفور که اسمش روی این بیانیه هست، اون موقع نخست وزیر نبود، حزب اپوزیسیون دولت بود، ولی سیاستمدار مهمی بود. صهیونیست‌ها داشتن با این جلسه می‌کردن و این رو همراه خودشون می‌کردن. از اون ور بریتانیایی‌ها داشتن به حسین حاکم مکه میگفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. یادمون باشه حجاز و همه اون جاهایی که الان عربستان و اردن و عراق و کویت و سوریه و لبنان و اینا همه در امپراتوری عثمانی بود دیگه. اینا می‌خواستن از تو هم یک حمله‌ای به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه بریتانیایی گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول میدیم وقتی عثمانی رو کله پا کردیم به شما عرب‌ها اصلا استقلال بدیم. مرزا رو هم اصلا میدیم شما خودت بکش. حالا بیشترش رو میدیم خودت بکش، به جز یه بخشایی از سوریه که غرب دمشق مثل حمص و حلب و حما و اینها، بقیه‌شو اصلا میدیم تو بکش. این بعدن البته یه مقدار دردسر شد چون فلسطین هم به هر حال غرب دمشق، منتها خب اسمشو به طور مشخص اونجا نیاورده بود، اسم اون حمص و حلب و اینا رو آورده بودن. درباره این قرارمدارایی که اینا با حسین حاکم مکه گذاشتن ما قبلا در وبلاگ بی پلاس نوشتیم، اونجا میتونید بخونید. در نیمه دوم جنگ یعنی سال 1916 تا 1918 دو تا اتفاق مهم افتاد. دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بودن. اولین اتفاق این بود که قرارداد سایکس پیکو امضا شد. قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از این که جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن، بقایای عثمانی چطوری قراره تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد سایکس پیکو میگفت که یک سرزمین بین‌المللی باشه. حالا اینو داشته باشین، در بریتانیا دولت عوض شد و آقای بالفور شد وزیر خارجه و برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمانی رو باید با اصلاحات و اینها کارشو پیش ببریم درستش کنیم، اینا میگفتن نه، کار عثمانی با اصلاحات درست نمیشه، بعد از جنگ ما باید اینا رو برداریم تیکه تیکه کنیم، تجزیهش کنیم بره پی کارش. یه فشار هم گذاشت پشت نیروهای نظامی که آره واسه این که حمایت افکار عمومی رو به دست بیاریم، در بریتانیا خوشحال بشن مردم، بریم یه پیروزی خوبی در اون منطقه جور کنیم، یعنی علیه عثمانی. چیکار کنیم؟ فلسطین رو بگیریم، خودمون رو برسونیم به اورشلیم. اینجا دولت بریتانیا 3 تا گروه ذی‌نفع رو باید مدیریت میکرد، هم فرانسوی‌ها رو، هم عرب‌ها رو، هم صهیونیست‌ها رو. مذاکره با صهیونیست‌ها رو کی انجام میداد توی دولت؟ وزیر خارجه که همین آقای بالفوری بود که گفتیم از قبل صهیونیست‌ها داشتن باهاش صحبت می‌کردن. بالفور حالا بعد میومد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیسم بود صحبت کنه. قبل از اون خیلی مذاکره کرده بودن، منتها همیشه میگن که اون مذاکرات غیر رسمی بود، اصلا تحت پوشش مذاکرات دیگه و کارهای دیگه بود. الان دیگه داشت رسمی میشد. بریتانیا اینجا فرمون خودش گرفته استش، گفتش که شما هم براتون بهتره که با ما توافق کنین تا اینکه برین با آمریکا توافق کنین یا با فرانسه و اینها. ما با هم توافق کنیم، بعدش ما بریتانیا میریم سراغ بقیه، حمایت اونها رو ما به دست میاریم برای شما. همزمان به سایکس که از طرف بریتانیا در قرارداد سایکس پیکو بود گفتش که بدون اینکه درباره نقشه‌های صهیونیست‌ها صحبتی بکنی، فرانسه رو شما به عنوان متحد کنار ما نگه دار، فرانسه کنار ما بمونه، ولی دیگه درباره سرزمین‌های عربی هیچ قولی به این شیخ‌های عرب نده. فرانسوی‌ها تا اون موقع بناشون رو همون قرارداد سایکس پیکو بود، خودشون هم داشتن در جبهه غرب می‌جنگیدن دیگه، در خانه خودشون داشتن می‌جنگیدن، برعکس بریتانیایی‌ها. یعنی اصلا فرانسه تو منطقه هم نبود، تو منطقه عثمانی نبود. بریتانیایی
چون در مصر مستعمره داشتن حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. ایتالیا هم البته بود که اونم اصلا در جبهه خاورمیانه حضور نداشت. خلاصه فرانسوی‌ها یه خورده‌ای هم غایب شده بودن. دوباره سایکس پیکو شروع کردن با هم مذاکره کردن و صحبت کردن و بریتانیا شروع کرد ایده حمایت از صهیونیسم رو کم کم تزریق کنه در سیاستمداران فرانسوی. اواخر جنگ که شد بریتانیا دیگه کم کم متقاعد کرد که فرانسه هم بیاد بشه حامی حقوق یهودی ها در فلسطین. حمایت پاپ هم از اون ور جلب شد. آمریکا هم وارد شده بود به جنگ. بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکایی‌ها رو هم گرفت. البته جزئیات رو واقعا داریم نمیگیم دیگه، داریم کلش و خلاصه میگیم رد میشیم. همین جلب حمایت آمریکایی‌ها یه پایش واقعا اینه که یکی از قاضیای دادگاه عالی که خیلی هم نزدیک بود به آقای ویلسون رئیس جمهور، خودش صهیونیست بلند مرتبه‌ای بود اون موقع واسه خودش. منتها به هر حال بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی و این مأموریت‌های رسمی و دیپلماتیک بریتانیایی‌ها زمینه داشت فراهم میشد که مذاکرات رو علنی کنن و حمایت رو هم علنی کنن. قرار گذاشتن که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایت رو. این شد بیانیه بالفور. حالا اصلا تو بیانیه چی نوشته؟ نوامبر 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. ماها مذاکرات فشرده. بیانیه هم کلا 67 کلمه بیشتر نیست. 10 جلد کتاب و مقاله و مطالعه و اینها شده الان درباره بیانیه، تفسیر و تعویل شدن کلماتش از همون موقع تا حالا. منتها مغز حرفش 4 تا موضوعه. یکی میگه که در فلسطین یک نشنال هوم، یک خانه ملی برای یهودی ها احداث بشه. میگم واقعا سر کلمه به کلمش حرفه. این که نگفت دولت یهودی، گفت نشنال هوم برای یهودی ها. عمدن گنگه. در فلسطین معلوم نیست دقیقا یعنی چی، یعنی کجا. چیزی که داره نمیگه اینه که نمیگه فلسطین باید تبدیل بشه به یک دولت یهودی، میگه قراره در فلسطین یک خانه‌ای برای یهودی‌ها درست بشه. یا مثلا میگه که یهودی‌های ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن، یهودی‌های ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن. یا میگه که به حقوق یهودیایی که خارج از فلسطین هستن کسی حق نداره تعرض کنه. این بیانیه بالفوره. میبینید زبانش واقعا گنگ، دقیق نیست و به نظر میرسه که عمدن همینطور نوشته شده. کلیتش خیلی مهمتر از اون جزئیاتشه. کلیتش نشون دهنده حمایت بریتانیا بود از ایده های صهیونیست‌ها. واکنشایی هم که بهش شد کمابیش همونطوری بود که انتظار میرفت. یهودی‌ها خب خیلی استقبال کردن، مخصوصا صهیونیست‌ها. اولین بار بود یه حمایت بین‌المللی از جامعه یهودی‌ها شکل گرفته بود. خیلی نرخ صهیونیست شدن یهودی‌ها بیشتر شد. فقط در آمریکا در مدت کوتاهی 20 برابر شد اعضای جامعه صهیونیست. از طرف دیگه فلسطینی‌ها، اعراب، اینا به شدت اعتراض کردن. فلسطینی‌ها میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن که آدمای غیر بومی بیان در یک سرزمین آسیایی در جهان عرب ساکن بشن. این اصلا یعنی چی؟ عرب خارج از فلسطین هم میگفتن که ما قرار بود خودمون بیایم سلطنت کنیم بر فلسطین. چی شد؟ اینا قولشو به ما داده بودن. احساس میکنم بهشون خیانت شد. اینه که استقبال اولیه از بیانیه بسیار بد بود این طرف دنیا. منتها بیانیه مهم میشد دیگه. همین بیانیه بالفور تنشی درست کرد که هنوزم که هنوزه بعد از 100 سال ادامه داره. تا سالها صهیونیست‌ها یه طرف می‌خواستن دولت یهودی را بندازن، فلسطینی‌ها از اون طرف می‌خواستن که مهاجرت یهودی‌ها رو به کشور خودشون محدود کنن، می‌خواستن که نذارن این دولت شکل بگیره. بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی بدتر هم شد. بسیاری عقیده دارند که این بیانیه‌ای که بریتانیا عامل اصلی انتشارش بود باعث شد که این حل نشدنی ترین و طولانی ترین مناقشه دنیا اتفاق بیفته. اگرم براتون سوال شد که خود بیانیه الان کجاست، متن اصلی بیانیه در موزه بریتانیاست و در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این خلاصه چیزی بود که من درباره بیانیه بالفور توی صفحه ویکی‌پدیا انگلیسیش خونده بودم. اگر دوست دارید ظرف 8 دقیقه 10 دقیقه یه نکته تازه، یه چیزی یاد بگیرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا از این جور کنجکاوی ها میکنیم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.